سلام دوستان. چند وقتی یک کشور عزیزمون ایران داره چیزایی رو تجربه میکنه که قلبمون رو درد میاره. سالهای سال گذشته بود از زمانی که جنگنده و موشک روی آسمون کشورمون پرواز کنه و ما از بیرون فقط نظاره‌گریم. الان دعا میکنیم که یک کاش هرچه زودتر سایه جنگ از رو سر ایران عزیزمون برداشته بشه. من تحلیلگر سیاسی نیستم و در مورد خود موضوع جنگ امروز قصد ندارم صحبتی بکنم و تنها توصیه‌ای که به عنوان کسی که ایران رو دوست داره میتونم به همه داشته باشم اینه که از همیشه هوشیارتر باشید و خبرها رو از چند منبع مختلف پیگیری کنید و روی شنیده ها تحلیل بیشتری داشته باشید، چون در شرایطی شبیه به الان ما با تندروی‌های زیادی مواجه میشیم که این تندروی‌ها میتونه به ما آسیب بزنه و ما رو به غلط بندازه. بگذاریم جنگی که بین اسرائیل و ایران در جریانه میتونه خیلی از معادلات دنیا رو دستخوش تغییر کنه، همینطور که تا حالا هم تا حدی کرده. ولی اگه این جنگ به خلیج فارس کشیده بشه وضعیت خیلی بحرانی میشه و کانادا و کانادایی هم درگیر چالش‌های بزرگی میشن که تو این ویدیو بهش میپردازیم. اوضاع خاورمیانه حسابی در همه. همین الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ایران و اسرائیل دارن به همدیگه حمله میکنن. از چند روز پیش اسرائیل رفت چند تا از پایگاه نظامی و هسته‌ای ایران رو زد که مثلا نذاره برنامه هسته‌ایشون جلو بره. ایران هم که کوتاه نیومد و موشک بالستیک زد سمت تل‌آویو و حیفا. حالا هر دو طرف کلی خسارت دیدن. مارک کارنی تو G7 گفته همه یکم آروم بگیرن، ولی اگه این دعوا ادامه پیدا کنه ما تو کانادا هم درگیرش میشیم. اما اول ببینیم چطور جیب کانادایی‌ها درگیر این جنگ میشه. بریم سراغ بنزین و نفت. کانادا خودش کلی نفت داره، ولی وقتی بازار جهانی به هم میریزه ما هم توش گیر میکنیم. ایران روزی 3.3 میلیون بشکه نفت میفرستاده بازار. حالا که این دعوا بالا گرفته قیمت نفت برنت 9% رفته بالا، شده $78 به ازای هر بشکه. اگه ایران تنگه هرمز رو ببنده که 20% نفت دنیا از اونجا رد میشه، قیمت میتونه بره بالای $100. این یعنی بنزین توی پمپ گرونتر میشه، مخصوصا تو ونکوور و تورنتو. دیزل گرون بشه، حمله بار گرون میشه، از نون و پنیر بگیر تا لباس همه چیز میره بالا. مثلا کشاورزی و کارخونه ها خرجشون بیشتر میشه که این هم میاد رو هزینه‌های نهایی تورم و همین جوریش هم که تورم اعصاب کانادایی‌ها رو خورد کرده. بدتر هم میشه و بانک کانادا هم ممکنه نرخ بهره رو دیگه پایین نیاره. اما تجارت، این جنگ مسیرهای هوایی و دریایی خاورمیانه رو به هم میریزه. مثلا ایر ایندیا چون ایران آسمونش رو بسته مجبور شده دور بزنه. ایران و اسرائیل هم که کلا آسمونشون قفله. این یعنی جنسایی مثل گوشی، لباس، قطعات ماشین که از اون طرف میان دیرتر میرسن و احتمالاً هزینه آوردنشون بیشتر میشه. برای ما تو کانادا یعنی جنسای وارداتی گرونتر میشن یا باید کلی صبر کنیم تا برسن. مغازه کوچیک که منتظر بار هستن حسابی به زحمت میافتن. اگه این دعوا به کشورهای دیگه که نفت دارن کشیده بشه اوضاع تجارت جهانی بدتر میشه. جنبه بعدی که خیلی اهمیت داره بررسی از نظر سیاسیه. کانادا انگار داره روی طناب باریک راه میره. کارنی گفته همه آروم باشن ولی از حق اسرائیل برای دفاع از خودش حمایت کرده. تو سازمان ملل احتمالاً کانادا بخواد یه جوری وسط دعوا صلح را بندازه، ولی اگه آمریکا خودش رو بندازه وسط احتمالاً بهش فشار بیارن که یه طرفو محکم بچسبه. اگه این جنگ ادامه پیدا کنه یا کش داده بشه اوضاع خیلی به هم میریزه. قیمت نفت میتونه بره جایی که از بحران اوکراین در سال 2022 دیگه ندیده بودیمش. تورم تو کانادا و جای دیگه شاید 1% یا بیشتر بره بالا. بورس هم که هی بالا پایین میکنه و میتونه پسنداز و صندوق بازنشستگی مردم ضربه بزنه. اما شدیدترین اتفاقی که ممکنه بیفته اگه ایران تنگه هرمز رو قفل کنه یا دعوا به کشور دیگه برسه، یه بحران انرژی جهانی راه میفته. تو کانادا شاید بنزین سهمیه بندی بشه، قیمت‌ها رشد شدیدتری داشته باشن و اقتصاد هم یکم لنگ بزنه. اما اگه دیپلماسی جواب بده، مثلا آمریکا و ایران توافق کنن، شاید اوضاع آروم شه که فعلا بعید به نظر میاد. در نهایت هیچ چیزی غمناکتر از این نیست که مردم عادی زیر بمب و موشک باشن. امیدوارم به زودی خبر خوشی بشنویم و ویدیوی بعدی رو تو فضای روحی بهتری از اون ببینیم.